بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما دوستا سلام عرض کنم. انشالله که خوب باشین، جور باشین، خیریت باشین. دوستان محترم، چند روز پیش ما یک دونه پست کردم. این پست از ما که بسیاری را پریشان کرد. پست از ما درباره قوم پرستا بود که قوم پرستا از ما که بسیاریشی چند قسم نظریه داره. یک نظریه که نظریه فدرالیزم است. نظریه فدرالیزم یعنی موجوده افغانستان مرزهایش قبول داره، درونی از این موجوده افغانستان که است فدرالیزم حاکم باشه، یعنی هر صوبه که است جدا جدا اختیار داشته باشه، از خود مستقل باشه، درونی یک ملک، یک هر علاقه که است از خود مستقل باشه. مثلی که مثلا فرض کو جاغوری یک استیت است، یک مثلا یک پروینس است، ای که است از خود جدا چیز داشته باشه، اختیاراتی از خود داشته باشه. این یک نظریه است. یک نظریه دیگه که است ای است که بعضیا از قوم پرستا که است ایر میگه که مو که است نه، مو فدرالیسم قبول نداره، موجوده افغانستان قبول نداره، افغانستان باید چند حصه شونه، چند ټوکره شونه و سرزمینی از مو که است آزاد شونه، مو که است جدا بلده از خود یک سرزمینی رؤیایی تشکیل بدی که ما بین ازو که است فقط آزره زندگی کنه، ما بین ازو دیگه نسل و نژاد ما بین ازو که است نباشه. این دویمنه نظریه. سیمنه نظریه که است بعضیا که است بسیار خواه خیالاتی مثلا در گینه زمانه را که است مینگره و بسیار جذباتی است. اونا که است موگه که است بعضیا از مو تحقیق کده، این دمونجو داروی سند که است اونجا هم که است آثار قدیمه پیدا شده، ما بین ازو که است عرصه ها صدها سال پیش که است، 1000 سال پیش که است اونجی آزرگو حکومت مکده، چند هزار سال پیش اونجا که است از آثار قدیمه آزرگو حکومت مکده. لحظه که است سرزمین رؤیایی از مو تا مملکت سند ادامه داره. یک گروه دیگه که است نظریه شکسته ای است که اونا که است از تمام چیز که است از مبارزه و از چیز که است دست خوشسته و دمزو لیتل بامیان که است قانع شده. این چند قسم چیز را که است ما بیان کردیم در پست و گفتیم که اینا که است متاسفانه که است خوف فروش است، خواب فروش است. اینا که است خواب میگره، رؤیا میگره، این رؤیای از خود خوره، خواب از خود خوره که است در مردم سودا منم. دوستان محترم، این تعبیر ما به خاطر ازی کردم موجوده همی لیڈرای از کدون کسیل کدیم چی در افغانستان چی در پاکستان همونایی که خود میگه که مو سڑایی حاضر هسته و کلانی حاضر هسته، اینا رو که ادم سیل مونه اینا خوف فروشه، تمام از اینا خوف فروش هسته، اینا رؤیا فروش هسته، اینا مردم رو که است پشتی ترک کی بطی خلاصه که است لگاومونه خودون چی که است رای از خودون خمیگره. کسی که عمل یش کاره باشه، هیچ پروگرامی نداشته باشه و فقط که است مردم رو که است ترک کی بطی رو نشان میده مگه از پس امزی دبل کن و دیگه هیچ کاری نکنه، او را که است آدم مگه خوف فروش، یک آرمان که است نشان میدی لیکن خودت هم که است دنبالش نموری، خودت که است عمل نمونی ولیش که است دیگرا که است چی عمل کنه ولی ازو خو این واقعیت که است یک چیزی حقیقت گفتم که است دوستا ممکنه که است بعضیا احتمال داره که ولی ازی ناراض شونه، بعضی دوستا که است اظهار ناراضگیشی بعضی صورت که است چیز است که ویدیو جور کرده تو اندر گفتد که سیل کن که است یک خوف فروش کلان که است، خوف فروش ریزر که است به وقوف خیال منم. این تعبیری چیز که است این تعبیری از اونا است، در خیال از ما تعبیر مناسب نیست، چون که خودون از اونا که است که ما که ویدیو از ناسیل کردم برادر محترم ما اونا خودون چه گفتم که مو که است مذهبی تشیع جعفری رو قبول داره و که است ما امام زمان قبول داره و همه مکاتب که است تمام شکست گفت ما قبول داریم. لحاظا که است ما وقتی که ما به حیثیت ازی که شما قبول دارین ما شما سوالی رو مونم که این تعبیر خوف فروش کلان که است یک تعبیر مناسبی نیست. شما درسته بالکل میتونین که است مرا نقد کنین و نظریه از مرا که است جواب شو بدین، لیکن
سیل شما به عنوان از که چون که خواهی مثلا نظریه مهدویت است که مو انشالله ان قریب انقلاب امام مهدی علیه السلام مایا او کستا دنیا را تبدیل مونه، جهان را تبدیل مونه. این نظریه زمانی است، این خواهی زمانی است که ما کس بفروشم یا نفروشم. این کستا نظریه مکتب اسلام است، مذهب حقی تشیع خودم مگی ما قبول دارم میره. لحاظا کستا تو اگر مرا مگی خواهی فروش کلان که نه ما خواهی فروش کلان چون خواهی زمانی است. درسته ما این کانسپت کستا قبول دارم لیکن کستا خواهی زمانی است. لحاظا تو مرا خواهی فروش کلان گفته نمیتونی. اگر تو اشکال داره بله خودی از این ایدئولوژی اشکال داره بله خودی مکتب تشیع اعتراض داره و دیگه گبسته بس او کس از رایش جواب میده. لیکن پس این تعبیر مناسب نیست. خب فرق بین از اینایی که ما مثال چی دادم قوم پرسته از مو که مثلا اینا کستا نسبت به سرنوشتی مردمی آذره کستا این رقم خوف فروشی ونه و فرق شقدی نظریه تشیع که نسبت به آینده یک نظریه داره که اون نظریه کستا سبا روز یک انقلابی مایا یک شخصیتی مایا که اون منجی عالم بشریت است و مایا کستا انسانها را نجات میده و این ظلم را ختم مونه و بی‌عدالتی را ختم مونه و ظلم و ستم ختم میشه در دنیا و یک حکومت صالحه برپا میشه. این مکتب تشیع و بنیانگذارش که خودی پیغمبر خدا است این نوید را داده که خلاصه که است فرزندی از مامایا که نامش مهدی است و خلاصه این انقلاب را برپا مونه. خب این ایدیا و این مثلا فرض کو نظریه که اونا داده اونا بلدش کار کردن. کسی که بلده نظریه خو کار مونه بلدش مهنت مونه مردم را کسته قائل مونه بلدش کسته صدها سال کسته جدوجهد کده و بلده تحققی از جامعه آرمانی کسته کوشش کده ای خواو نیه. ای کسته بلدش چون پشت مهنت است پشت کسته صدها سال کسته انسانها را تربیت کده بلده زو جامعه آرمانی تاکه انسانها کسته رشد کنه ترقی کنه. بر مقابل از این کسته که وقتی یک نفر کسته خواه میگره که مثلا سرزمینی را که است مار آزاد ملاو شونه لیکن بلده از او کسته هیچ کوششی نمونه سوای دنبر زدو سوای سرنی زدو سوای مثلا کلچر دی مناو کده و بلی از او دخترها را کسته نچاو کدو. واضح هسته که ما گفتم که دزره دنبور زدو خو نمیشه تو سرزمین خو آزاد کنی. دزره دخترور نچاو کدو کستا تو نمیتونی سرزمین خو آزاد کنی بلدی ازو باید کستا تو تفنگ دست کنی بلدی ازو که دنبور کستا باید پورتاو کنی باید کستا بلدی ازو که وطن خو آزاد کنی تو باید کستا قربانیا بدی باید شهید بدی باید کستا مهنت کنی جدوجهد کنی. این موجوده لیدر را و کستا قبلا که تیر شده اینا را که آدم میگره اینا خوف فروش است اینا کستا فقط رؤیا فروخته فقط ای که اینا کستا مردم پشت ترک بطی لگنده خودون چی کستا هیچ مثلا چیز نکده. اینا منتظر ازی است که یک امریکایی بلشته بایا یک لقمه تیار کستا در دان زنا بیدیا که مثلا این ما سرزمین هزارجات اینی است اینی سرزمین هزارجات است بیگر کستا از باید خودون چنبلی از خودون حکومت کن. خو ای کستا خوف فروشیه واقعا خوف فروشی است. لحاظا کستا ما میگم برادر ازمو کستا ناراض نشنه و واضح است که خب تعبیری خوف فروشی دقیقا کستا درست تعبیر است درباره امزی لیدرایزمو چیز ازمو. خب برادر ازمو اشکال کده بود که شما مردم را درو قدزی گبا کستن مایوس منین عالم دین فریضه شی است که مردم را مایوس نکنه و اونا را کسته باید راه نشان بده و اونا را کسته امیدوار کنه نسبت به آینده شی. بالکل ما این گپ قبول دارم که باید امیدواری پیدا شونه نسبت به چیز لیکن ما همین گپارم که میزنم به خاطر ازی میزنم نه به خاطر ازی که مردم نه امید شونه به خاطر ازی میزنم که مردم امیدوار شونه. و راه امیدواری یک امیدواری صادق است یک امیدواری کاذب است. امیدواری صادق ای است که تو بلدی زو ارمان از خود کار منی بلدی از آرزوی از خود مهنت منی. اگر فقط امیدواری چیز باشه امیدواری کاذب باشه دروغ باشه
خوابهای دروغ بینگری و بلدی ازو کست تو هیچ کاری نکنی، پس معلوم میشه که خواب تو دروغ است. تو کست در حقیقت خود خو مسخره کردی و یک شعار جورنی، یک موتو جورنی، یک بلدی از خود یک چیز جورنی که لیکن بلدی ازو هیچ جد و جهد کی نمونی. خب واضح است که او خواو کست خواوی دروغ است و کست ما ناامید ننم. اینا کست کاری از اینا کست عملا مردم را کست ناامید مونم. خب برادر از ما میگه که نه بلدی از ما کلن یک تقریبا ما که گوش کردم تقریبا نزدیکای 50-60 منت کست اینا گفتگو کردن و بیشتر مثال هایی که اینا میدادن که ای بوده که مو کست امکانی از که آدم کست فلانی نتنسته یک نفر پیدا شنه شاید در روزی چیز کسته روزی مبادا یک روزی پیدا شنه شما تمام را ناامید نکن، شاید یک روز یک نفر پیدا شنه و خلاصه قاید اعظم جور شنه هزارجات را آزاد کنه. سلکین برادران قاید اعظم که قاید اعظم جور شد خب شما مثلا پاکستان از اندیا آزاد شد، قاید اعظم بلدیش و زیاد زحمت نکشیده نه علامه اقبال کسته بلدیش خیلی زیاد زحمت کشیده بود. یک خواهی بود که انگریزا دیده بود در ذریعه قاید اعظم و علامه اقبال و خلاصه مسلم لیگ و اینا کسته احمدن این خواهی را کسته شرمنده تعبیر کرد وگرنه خودی تقسیم هند کسته مسلمانای هند کسته اختلاف داشته بودن. یک ایده کسته طرفدار مسلم لیگ بود که ما گفتن که هند تقسیم شنه، یک ایده دیگه کسته ما گفتن که نه هند تقسیم نشنه. جمعیت زیادی از مسلمانان بالخصوص مذهبیای شکسته و زمان که دیوبندیان میبینی از اونا سر فهرست بود اونا گفته خلاف نظریه تقسیم هند بوده. لحاظا اونا این نظر داشته که اگر هندوستان تقسیم شنه بسیار بدکار میشه. بدکار از این حواله میشه که مثلا وقتی سرزمین تقسیم شد مسلمانان کسته باید کسته کل هندوستان ترک کنه، باید از اون خانه زندگی خود تمام چیز خود ترک کرده، مهاجرت کرده، باید کسته در یک سرزمینی آباد شونه که اونجا کسته خلاصه مهاجرت کنه. همین مهاجرایی که خلاصه در کراچی است و جای دیگه از هندوستان هم ده خودی کسته بسیار مثلا بسیار کسته نقصانات داره، بسیار نقصانات داره. چه قسم مردم کسته تازی مهاجرتی که زمانی تو شما تاریخ اندیا پاکستان و بر صغیر کسته شما بخوانید که وقتی تقسیم هند کسته شد چقدر انسان ها کشته شد، چقدر لوٹماری شد، چقدر هندوایی که در موجوده پاکستان زندگی میکردن اینا مجبور شدن که است بور هندوستان و از خانه زندگی خود تمام چیز از خود که است جای خبله و شما می مثلا جای ایدگاه است مثلا اینا که است مالی هندوها بودک دیگه خلاصه نفر که است تمام زندگی خمیت ریلا کد خوش رفته که هندوستان. امی رقم مسلمانایی که از اون هجرت کده مدک اونا که است خانه جایداد زندگی خود تمام چیز خیلی کده منجا چیز کد. لحاظا که است هر دو طرفه چی هندو چی مسلمان که است بسیار کل هم مالی نقصان کد هم جانی نقصان کد. چون که اینا که است که در سفر مکد واپس مرافت هندوستان یا اونا که میامد طرف پاکستان درمیان لوٹماری مشد، اینا رو کشته مشد، هزاران نفر کشته شد، میلیون ها نفر کشته شد در مسئله تقسیم هند. خب ما از این مثال که است که ما میگم شما خواهی مثلا فرض کو میخواین یک نو وطن جور کنین هزارستان یا هزارجات باید امکانات یا زور بسنجین. درسته یک ایدیا خلاصه در ذهن استو هم در ذهن استو هم در من نمیخوایم شما رو مثلا چیز کنم ناامید کنم، بالکل بورین یک وطنی ارمانی جور کن بلده خوب بسیار خوب است، ما هم جور کنم شما هم جور کنین همه بسیار نظریه خوبه تا حدی نظریه خوب است. لیکن این نظریه را گفته خودون چون که است مگه که از 95 مثلا از 100% که است مثلا 95% چه خودون چون قبول دارن که امکان چنی است امیالی 95% خودون چون مگه که است امکان چنی است 5% خدا خبر امکان چه هست یعنی است ام 5% شم که است شما که است بلیش شک دارین. خب این وطن اگر آزاد شونه این وطن اگر آزاد شونه فرض کو هزارجات جور شد امیالی خب سیلکین شما که است فرض تمام چیزایش که است ما چیز بونیم که تمام عالمی برادری موافقت کنه، امریکا موافقت کنه، روس موافقت کنه، تمام ریجن ممالک است تمام موافقت کنه یعنی هزارجات مهن جور کن
بور تمامی آزرگو کستا باید مهاجرت کنه، کابل ریلا بیدیا، اینا قندار ریلا بیدیا، هرات ریلا بیدیا، شمال ریلا بیدیا، بور این دکو بندای افغانستان بور اینوج بلده خسکو دزو کووا کستا زندگی کن، من غارا زندگی کن، من ازو در رهایی که سال 12 مهینه کستا یخ خستا و برف استا بور این زندگی کن، بور این وطن چوم که نه انفراسترکچر داره، نه مثلا چیز داره، هیچ چیز نیه، نه یک سڑکی درست حسابی است، نه یک مثلا وسایل زندگی اونجا فراهم است، نه یک لقمه نان اونجا ملاو میشه. خب شما کستا تمامی از این آزرگویی که مثلا در کابل زندگی نه، در قندار زندگی نه، در مثلا هرات زندگی نه، در شمال زندگی نه، در هر جایی که زندگی نه، اینا کستا باید خانه زندگی خو جایداد مایداد خود جای خیشته رقم مسئله تقسیم هندل دی کوچ کنه بورد از کومنده افغانستان چیکار میشه به نظر شم. خودونچم کسته مثال های مختلف دادیم که این کار کسته تقریبا کسته بسیار چیز است. درسته ما شما رو ناامید ننم، ما شما رو کسته ناامید ننم که با شما بگم خوف فروشی، لیکن عملا امکانی امزی کسته چیز در کسته شما بینگرین دزی یک ملک کسته بلده از خود معیشت دکار داره، یک ملک بلده از خود کسته خلاصه آدم دکار داره، خلاصه ساینسدان دکار داره، حقوقدان دکار داره، خلاصه از هر فیلد کسته نفر باید داشته باشین تا که ملک بچله نبلده تو این معیشت چی باید بچله، خلاصه باید زراعت خوب داشته باشه، باید کسته خلاصه معدنیات خوب داشته باشه که کسته امکانات چی داشته باشه که اونا رو بر کنی ببر سودا کنی، خلاصه معیشت تو بچله. وقتی که تمام این چیزا نیست و خالی ده حد شعار کسته، خالی ده حد شعار، ده حد نعره، خالی ما خلاف از این نعره بازیای دروغکنی هستم، خلاف فراد هستم، خلاف دروغ هستم. کسی که خواو میفروشه و د دروغ کسته مردم را کسته سری کار میله پشتی ترک کی بتی کسته اینا را لگاو کده و خودون چی کسته مور پشتی کاری از خود خو بیا که باری د وطن اینج گذرو نموشه، لیکن خودون چی جای دیگه برو موشه، مردم را کسته طرف وطن ریمونه. خب این کسته خواو فروشی است، خواو فروشی کسته شاخدوم نداره. پس کسته نباید کسته دوستان از ما کسته ناراحت شنه. خب هند و پاکستان هم که وقتی تقسیم شد خود انگریزا میخواست تقسیم شنه، وگرنه در صلاح شاید در صلاح مسلمانان نبود که مثلا کسته تقسیم هند صورت بگیره و یه کمری مسلمانان را کسته میده کده که تقسیم هند. لحظه خیلیایی که مخالفین از تشکیل پاکستان بودن اونام گفتن مستر جناح کسته شاو در لندن شیشت شاو کسته خلاصه رسول خدا را خواو دید و خلاصه او رنگ تچ مذهبی کسته که درش میدیا. خب الان که پروگرام صرف انگریزا بود، انگریزا میخواست این سرزمین کسته به صورت متحد باقی نمونه کسته باید تقسیم شنه و 100 سال دیگه 200 سال دیگه کسته با هم بیشه جنگ کنه و درگیری کنه و دیگه بزنه از این کسته خلاصه رافایل رایی کنه و از طرف کسته خلاصه هواپیمای چینی رایی کنه، خلاصه دیگه بزنه جنگ کرگیل شنه 1965 1971 خلاصه این جنگ کسته اینا 100 سال کسته بیشه با من جنگ کنه. خب این نظریه انگریزا بود و عملی جامعه را کسته کی پینا کند مسلم لیگ پینا کند. خب شما ایدیا جور بونین نسبت به ازی که هزارجات آزاد شونه، خلاصه ایدیا یک نظریه دارین، ما شما رو ناامید نمونم، جور کن بسم الله این جور کن. چطور جور بونین؟ دزیره دمبرزدو جور بونین، دزیره موسیقی جور بونین، دزیره کسته غزل خواندو جور بونین، دزیره دخترای کسته بله استیج چړاوګدو کسته جور بونین. چطور جور بونین؟ یک پرکتیکل کسته شما کسته مثلا باید چیز داشته باشین که مثلا عملی طور به خالی از خیالات کی نموشه. یا شما بگین 7 سمندر پار کسته ما مورد استرالیا میشم کسته لیتل بامیان جور بونم یا فلان چیز جور بونم، ایتخو نموشه. تو 7 سمندر پار کسته بخوایی کسته تو هزارستان جور کنی خو نموشه. هزارستان رک پس د جغرافیای هزارستان جور کنی، دمزو جغرافیا دمزو سرزمین جور کنی، نه 7 سمندر و طرف کسته بور لیتل بامیان جور کن و نموشه. نامزو هزارستان کسته خود خو مسخره مونی. لہذا کسته این نظریه کسته ما میگیم خوف فروشی است.
حتی امیالی که تو بین خود غزره مردم غزره افغانستان که تو بر تمام که بر سیاسی نظریهش پرسان کو، از محقق پرسان کو، از خلیلیش پرسان کو، از بشردوست پرسان کو، از کلان سیاسی لیدرایش پرسان کو، چی درون افغانستان چه فرار کرده بروی افغانستان رفته، چند نفر هزارستان را که میخوای آزاد کنه، چند نفر این نظریه را که قبول داره. بیشتری که زیادتری که همونایی که سریکار هستن موجوده افغانستان که است باشه درون از که است فدرالیسم باشه، زیاد سے زیاد که است اون نظریه فدرالیسم که است، اونام که است اونایی که فدرالیسم هم قبول داره، لیکن بلده فدرالیسم که است اونا که است اون دیده دیگه امریکا که رفت تمام شد که است خلاصه دجاز یا امریکا که است لگتا وشت تو تاک از افغانستان تمام شد برشد و کسی که سرزمین خیلی که ده مورا که است تاویل دشمن خو مناسبت که است مورا د یورپ میشه د نیوزیلند میشه اون جناب سرور دانش که است د کجای د نیوزیلند از نیوزیلند که است او پارسال ما دیدم سرور دانش د نیوزیلند رسیده از اون که است قانون اساسی نوشته آیین افغانستان نوشته قانون اساسی د کمر تو بخره تو که است د نیوزیلند که است شته قانون اساسی لیکاینی تو خیمون شته دی وگو کار مکدی از اون تو تا که رفتی اونجا که است اونجا خو نمیشه تو که است چیز کنی نمیشه که تو هم نظریه فدرالیسم خو چیز کنی. خب بر خلاف ازی که است نظریه چهارم نظریه سوم که است همون نظریه کسانی که خود که است د مغول پترانه د خلاصه د چنگیز پترانه خودون که است گای مگه که مو د موهنجودارو که است باکولایزمو که است اونجا بوده خلاصه یک آدمایی که در عالم حقیقت زندگی نمونه، در عالم واقعیت زندگی نمونه، آدمایی است که خلاصه در عالم خیالات، در عالم جذبات همه شکسته در تاریخ زندگی مونه که با کلایزمو در موهنجودارو رفته بود که است اونجا حکمران شده بود، لحظه که است سرزمین سینده مزمو است، فلان چه مزمو است، فلان چه مزمو است، چنگیز خان هم با کلایزمو است. من آن باشم که رستم بود پهلوان، ما کی هستم مو هستم که رستم پهلوان است. خود تو چی کاری؟ خود تو چی کاری و چی مثلا هنر داره و چی کار مونی؟ لحاظا برادر از ما که است یعنی یک گنته گفتگوی از خود که است بسیار مثلا حرفای چیز از امام زمان که است خلاصه مثالا میداد که امام زمان که است خلاصه چیز است، امام زمان هم که است میخواد یک جامعه ارمانی جور کنه، او جامعه ارمانی که است که وقتی ما میگیم نظریه مهدویت یا نظریه که انقلاب مهدی علیه السلام ما یا دنیا را که است اصلاح مونه، خب اونا که است هزارا شاگرد تربیت کده بلده شی، هزارا که است جدوجهد کده، هزارا قربانیات داده و خلاصه که است عصیبات هم رو چیز کده فلسفه انتظار اشته که خلاصه کسانی که قبول داره باید دمزور راه که است باید بره قربانی بیده تا که امام مهدی علیه السلام زمینه آمدن چه فراهم شده و مهنت مونه بلده شی. کسی که مهنت نکنه خوفروشی است، بالکل خوفروشیه، چی شیعه باشه چی غیر شیعه باشه تمامش خوفروشی میشه. باید مهنت شونه بلده کار شونه بلده از این نظریه خود که است آدم بیشه کار کنه بس تب جا که است چیز نمیشه. خب باید بگیم که حقایق را در نظر بگیریم، او گراوند ریالیتی را که است باید در نظر بگیریم که مثلا اگر نظریه از ما که است پیاده شونه تو امروز که است موری هزارجات که است آزاد مونی آیا شرایط سیاسی بین المللی را که است شما سیل مونین، حالات منطقه را شما سیل مونین، منگر دشمنان شما که است چقدر قوی است، طالبان که است خلاف امریکا که است 20 سال و بیشتر از 30 سال که است اینا جنگ کردن، اینا که است تجربه یافته شده، اینا که است چیز است، شما که است هم دوست خو که است قطیر میزنین هم دشمن خو قطیر میزنین، خوی شما رقم است قدی چیز از خود خصم نیستین، چطور میشه که است شما دنیا تعلقات بلین، چطور که است میتونین که است همسایه ممالک قانع کنین، چطور که است میتونین که است عالمی طاقت‌ها که است قانع کنین که بلده شما که است خلاصه زمینه فراهم کنین شما یک ملک جور کنین و یک چیز که است یک سرزمین که است آزاد بتنین. مگه که است درست است گپ شما درست است ممکن است صلاحی چی حالات امروز فراهم نیست 95% که است احتمال می است که کارا نمیشه، لیکن در آینده ممکنه قائد اعظم پیدا شونه خلاصه بتنه سرزمین را آزاد کنه.
ما میگم زیاد خیالاتی زندگی نکنیم، باید حقایق را که در نظر گرفته زندگی کنیم، حقایق را در نظر گرفته زندگی کنیم. باز که یک چیزی که یک نکته خیلی مهم که ما در خدمتشون بیان کنم و این است که سلکین شما یک هزارجات جورنین، هزارجات سرزمینی هزارها، شما یک نسل که بلده یک نسل خاص، یک نژاد خاص، یک قوم خاص که میخواین یک سرزمین آباد کنین در کوبندای هزارجات که اونجا که کوبندا را آزاد کنین، اونجا که برین زندگی کنین. خب میخوایی که سوالی اساسی پیدا میشه که شما آیا کسی دیگر هم که بخواهید از این سرزمین زندگی کنه میلین زندگی کدو یا نمیلین زندگی کدو؟ مثلا فرض که یک اوغو باید، یک تاجیک باید، یک ازبک باید، یک اوغو اقوام دیگر که بخواهید شهروند سیتیزنی از این ملک شما شونه، یا نه شما میخواین بلده خاص نسل که مثلا چیز کنین. سیلکن اگر هر ریز قومیت که ازی خطی از ما که کلن ازی منطقه اگر بخوای بلده از خود کشوری جور کنه، و کشور ریزه کشور، ازبکا بلده از خود ریزه کشور جور کنه، مثلا هزارها بلده از خود جور کنه، تاجیکا بلده از خود، غنا بلده از خود، مثلا هر قبیلهش جدا بگه نه ما فلان چیز قبول ندارم، بلوچا از خود مثلا سرایکی مثلا این رقم. این برنامه استعمار است، این برنامه امریکا است، تا که این ممالک است که کلان اگر سرزمین چه بزرگ بود، اقوام مختلف که است دست در دست هم داده که است ما بین یک سرزمین زندگی که تو طاقت زیاد است، و مثلا میتونه که سازشای کلان طاقتاره که است چیز کنه، مقابلهش کنه، اونها شکست بده. لیکن هر ریزه پاکت اگر جو شد، هر کدام شکست ما بین اید فلان کوبن زندگی نویش، بدخشان دمینی در پنشیر زندگی نویش که است مثلا هر کدام شکست یک ریزه پاکت که است چیز کرد، اینا نمیتونه که است نمیتونه از خود دفاع کنه. اصلا فلسفی ازی که است که امروز که است میخواد امریکا میخواد کردستان جدا کنه، کردستان عراق جدا کنه، فلان چیز جدا کنه، پروگرام داره که مثلا پاکستان را حتی که مختلف چیزا که است، یعنی مثلا بلوچار که بلده جدا ملک جور کنه، و غنا جدا ملک جور کنه، مثلا کردار جدا ملک جور کنه، و طرف که ریزه پاکیتا هر قومیت که است دزی خطه که است چیز کنه چیشیه تا خوش تسلط پیدا کنه. اما رقم که عربا را که است امروز هم در ریزه استیت که است بلده جور کنه نام قطر، ریزه ملک جور کنه به نام بحرین، به نام امارات، کویت، و یک ملک نیست، و یک ملک نیست، یعنی قصر ریزه که است قدر یک کرمک که است و سرزمین از اونی است که است مین از او که است و بخواه زندگی کنه. او در اصل که است این قصر ریزه که پاکتار که میخواه جور کنه، جای پای از خود که میخواه جور کنه که مثلا یک فوجی اڈا داشته باشه در اینجا تزریع از این که است بیتونه خطه را کنترول کنه، پورا عالم اسلام که است کنترول کنه. ایش هم تاییدش چیه، اویش هم تاییدش چیه است، هر کدامش که بخواه که است از حیثیت خوبال بخواه گب بزنه قچبلاغ در سرش بزنه که اوش کنه که است خطا نخری. بس اگر مثلا فرض کنید سرزمینی از اینا که است معدنیات داره، تیل داره، نقره داره، طلا داره، هر چیزی که داره اورم که است آسانی بر بتنه و ببره که است استعمار امیر مگه دیگه نه، تیلش ببر، طلایش ببر، همه چیزش ببر، تو مگه در خودی مردم از سرزمین مرسه نه، اور مبره بلده غارت کدو، بلده ازی که کشور از خود خوابات کنه. خالی ما اینجا که است طوره چوکیدار شنده که یمی بله امزی معدنیات از ما بیشی، این که است حافظ منافع از ما باش، حافظ مفاداتی از ما باش اینجا بیشی دیگه. این ریزه پاکیتا ریزه ملکاره که است فلسفی جور کردن چی می است. ما خلاف از این نیستم که مثلا مردم حاضر از خود یک وطن نداشته باشه، مثلا سرزمین نداشته باشه، بالکل داشته باشه. لیکن شما سلکن آیا امکانی وقوعش چی قصه است، امکانی وقوعش چی قصه است. و ما دیگه ترسی ازیر مخرم شما یک مثلا یک نعره رو بزنین، این نعره که است این نعره در اصل پروگرامی انگریز باشه، پروگرامی ازو کلان طاقتا باشه، تا که شما را که است دیگه قوم جنگ بیدیه، و دیگه قوم را که است شما جنگ بیدیه،
تاکه تمام شم کسته همو چیز شما کسته بدرشنه تم برادر کشی کنین دیگه آذرا ازبک بکشه تاجیک یا مثلا ازبک آذرا رو بکشه آذرا تاجیک بکشه تاجیک آذرا رو بکشه آذرا اوغور بکشه اوغور آذرا رو بکشه بزنن با هم کسته خودون کسته درب و داغون کن یعنی کلان کسته چیز است این کلان این برنامه از اون است تا که اینا را کسته ما بین کسته بچسبن اینا را کسته ما بین کسته تمام انرژی از اینا را کسته ما بین خودون چه ضایع کنه تا که تسلط خودون چه کسته بلیزی خطه کسته برقرار شونه دیگه این برنامه چیز از اون است و میخوای خطر کسته کلن امیالی کسته بالی مثلا سوریه کسته سوریه رو میخوای 3 ملک جور کنه عراق رو کسته میخوای 2 ملک یا 3 ملک جور کنه مثلا کردار جدا کنه سنیار جدا کنه شیار جدا کنه خود سوریه رو کسته 3 ملک جور کنه خود ترکیه رو کسته علویار جدا کنه مثلا کردار جدا کنه خود ترکار جدا کنه ایران کسته بلدیش خدا خا اجده تقسیم کنه افغانستان کسته ده هر قومیت چه کسته تقسیم کنه سیل که اینا کلان برنامه هایی است که استعمار کسته بلدی مسلمان خواوش دیده استعمار خواویزی برنامه ها را کسته بلدی مردمی از ما دیده و مو باید کسته بفهمی که در او کسته چی تیر میشه در حالات منطقه چیه حالات جهان چی است و چی برنامه در این کلان طاقت ایره کسته ما باید خبر داشته باشیم و مو کسته قربانی از این نشنیم که مو کسته بلده مفادات یزونه بلده پروگرامای یزونه کسته مو فدا شنیم مردم از مو کشته شنه مردم از مو کسته جان چی بوره سرزمین چی بوره تمام چیز کسته آبروی چی بوره تمام قتل و غارت و نسل کشی شونه آیا کسته مو سوچ کردیم تقسیم هند برنامه انگریز بود لیکن چه قسم مسلمان ها کشته شد بخاطر ازی و تا هنوز کسته اینا در جنگ و درگیری و چیز کسته حتی حاضر است که خلاصه یک دیگه خوی تنبم بزنه دیگه برادران عزیز خواهی که منگرین عاقبت چرم سوچ کن خواهی که منگرین بفهمین نتایج ازو چی است بلده مردمی از ما چقدر مردم کسته در بدر موشه چقدر مردم کسته سرزمین از خود خیله بیدیه چقدر مردم کسته باید کسته خانه زندگی خورا ایله بیدیه تو ایله داده میتنی تو اگر مثلا فرض کو هزارجات ایله شد تو کویتر ایله که موری کسته ده هزارجات زندگی کنی او نفر که مثلا در استرالیا زندگی نه هیا کسته او استرالیا ایله که کسته مور ده هزارجات بور دزو کو بنده زندگی کنه اون ناز و نعمتی استرالیا را کسته د یورپ است د لندن است د فلان جای است د امریکا است اونا تمام ایله که بور کسته دمزو هزارجاتی که تازه فرض کو آزاد شده باید زندگی کنه به خدا اگر بوره یعنی قسم شما مخرم که نموره اینا کسته فقط خودون چه کسته بلده دیگرا خواهو منگره دیگر پشت ترک کی بطی کسته خلاصه لگیا منه خودون چه کسته اون کسته در لندن چر نشی چر در استرالیا کسته نشی چر کسته در امریکا نشی خب ما مخالفی آزادی سرزمین نیستم که سرزمین هزارستان آزاد نشنه ما کسته همیشه استم لیکن امنایی که جنڈا را کسته چیز میگره آیا خودونش حاضر است بور کسته مثلا او ناز و نعمت را کسته ترکنه بور اونج کسته آیا حاضر است بلدمزی آرمان از خود کسته کلاش دیس کنه کلاشینکوف دیس کنه بور رقم طالبول دی کسته خلاصه جنگ کنه بور شکست بیده طالبورا چند نریش حاضره به خدا اگر ما مگم 99.99 کسته حاضر نیست این کار کنه او در سرزمین موعود خو رسیده مگه ما کسته قزامت کشیدم من کشتی سوره شدم کسته ما در استرالیا رسیدم تازه کسته بریجینگ کیس بریجینگ مم حل شده ال که بچای خم کوی گدم کسته ما کسته دوباره مورم در سرزمینی چیز کسته زندگی مونم والله که گبر لہذا کسته خوف فروشی از اینا را کسته آدم دوکیش نخره این قوم دنام قوم کسته اینا کسته قوم فروشی مونه دنام قوم کسته اینا کارای دیگه مونه ما که مخالف چیز نیستم که ما سرزمین خود خوش دارم کسته سرزمین آبا و اجدادی از ما است لیکن ما خلاف فراد هستم خلاف دوکه هستم خلاف کسانی هستم که مردم را کسته چی فراد مونه و دنام قوم کسته خلاصه کارای دیگه مونه لہذا کسته برادران عزیز ما کسته باید خوابین گریم
باید ایدیاهای مختلف کسته خلاصه طوفان فکری بیارم کسته و مثلا بشیم نسبت به آینده سوچ کنیم، لیکن سوچ کنیم که مثلا هر احتمالات کسته چقدر سبک سنگین کنیم، چقدر ارزش داره که ما کسته بلدیز جوانی خو خرج کنم، عمر خو خرج کنم، سرمایه خو خرج کنم یک 10 نفر دیگر هم پس از خود در این مسئله کسته اخته کنم. آیا ارزش داره یا نداره؟ آیا کسته ما کسته بخاطر یزو عالمی طاقتا کسته ما یوز مشم یا نمشم؟ لحاظا کسته ما که مگم بعضی از این چیزا کسته بیوقوفی است، بخاطر امزی است که سوچ نمونه عقوبت یزو کار از خود سوچ نمونه. لحاظا کسته آدم میتونه بگه بیوقوفیه. ما کسر نسبت به آینده مایوس نمونم، لیکن نسبت به ایدیاهایی که خلاصه نتایج چی کسته از روز روشن کده واضح تر است، نسبت به از او ایدیا کسته آدم باید هشدار بده، بگه که یعنی کار کسته کاری غلطه. تو کسته اگر ببینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. باید کسته بگی یعنی راه هست، یعنی چاه هست، برار انزیرا بور انزیرا نرو. خب ما کسته نسبت به چیز نمگم همه ایدیا از ما درست است، لیکن حداقل امو چیزی که در نظر از ما درست میلگه ما کسته خدمت شما بیان منم و حاضر هستم که نظریه شما رو گوش کنم. شما کسته اگر نظریه خوبتر دارین و گبی از ما کسته در نظر شما غیر معقول است و درست نیست، شما میتونین کسته بلدیز ما بگین و اگر حرف شما درست بود ما قبول منم، اگر حرفی از ما درست است شما قبول کنین. لحاظا از امزی گفتمان کسته آدم میتونه کسته نتیجه برسه و کسته ما برادر از ما این تعبیر داشت که آدم نمیتونه کسته بگه که میلیون ها آدم کسته اینا بیوقوف است. ما کی گفتم که میلیون ها آدم، ما یک نفر را نگفتم که تو چی کسته میلیون ها آدم. او عبارت از مر کسته معلوم موجود است که ما تکست لکایی کردم درونج تحریف نمیشه، اسکرین شات شما بگیرین امور کسته بخونین تو کجا ما گفتم میلیون ها آدم بیوقوف است. ما گفتم بعضی از آدمایی که یعنی 4 نظریه وجود داره، بعضی از آدما کسته خلاصه نظریش غلط است، اینا کسته بیوقوفانه سوچ مونه، اینا کسته درست سوچ نمونه، اینا کسته مردم را کسته فلان چیزا بازی میدیا و این بیوقوفانه کسته سوچا را کسته مونه. لحاظا کسته برادر عزیزم، دوستانی عزیزم، شما کسته نتیجه گیری حرف خویی کنم که آدم کسته باید خوف فروشی نکنه. خوف فروشی یعنی کاری که دنبال چی نباشه که آدم مهنت کنه، بلکه از او ایدیا سرمایه گذاری کنه، بلکه از او کسته مهنت کنه، جدوجهد کنه اور جامعه عمل چیز کنه. فقط در فیسبوک اگر بشیم خالی کسته مثلا بگیم هزارستان آزاد شونه جنډې شم جوړ کنیم کسته مثلا چیز کنیم، یک 2 دانه غریب کسته بس بوره در سرزمین هزارجات اونج بلی کو کسته وقتی جنډې هزارستان زد طالبا رو بگیره بس دیگه خلاصه ډنډه کنه، بس او را کسته تو ذمہ دار شسته، چون که تو او غلط را نشان داده. صبح کسته او اگر داف ډنډه خوردو بچه قوم کسته او چیز گفت نامی هزارجات کسته انشالله هزارجات آزاد مشه کسته بیا بوری کسته اونجا چیز کنی. صبح روز اگر چیز کرد تو ذمہ داری از او هستی. لحاظا کسته تو باید کسته نسبت بس چیز خو متعهد باش، باید کسته ذمہ داری رو باید قبول کنی، نه ای که بس خلاصه جلوبستری پشت کده خود کسته دیگر مگه اینجا گذرو نموشه باری دا وطن خود کسته سیلنگ دا استرالیا رسیده، خلاصه دا ملبن رسیده، دا لندن رسیده، دا جاهای دیگر رسیده. زبط کسته دا اونجا کسته شته مثلا غزل وطن نمیخوانی، غزل وطن کسته او بدردی از او مردم نمخره، او مردم فقیر و بیچاره کسته بسیار تجربات سخت بلش تیر شده. اون مردم فقیر بیچاره مردم هزارجات داخلی چیز اونا کسته هزارا امتحان بلش تیر شده، اونا در امتحانای شکست خورده جدید کسته بدون سوچه سمجه کسته اونا را مبتلا نکین، اونا را کسته بیلین، اونا کسته خودون چی کسته بفهمه که رای خو پیدا کنه.
نه ای که مثلا از دور ششته 7 سمندر پار ششته کسته جنده هزارستان شور بدین و خودون چون کسته جایشم نرم و گرم است، لیکن او غریبا را کسته اونجا دبلا بدین، اونا را کسته طالبا را کسته در جانی زونا کسته شما چیز جور کن. لحظا برادرای عزیز، دوستانی عزیز، هر نظریه‌ای که دارین با کمال چیز یعنی شما کسته اون نظریه را کسته میتونین فالو کنین، لیکن باید عاقبتی از اون نظریه را هم کسته باید در نظر بگیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.